تا حالا سوال شده که چجوری کیوبتون رو لوپ بزنید؟ تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم. نیاز به کیوب یه لوپ دارید. من از 11 پروم دارم استفاده میکنم و بعد بدونید لوپتون دقیقاً به چه درد میخوره، چون یه سری لوپا بالاخره سرعتی ان، آرومتر میکنن، کنترل دار میکنن. یه سری لوپا رو باید توی کور کیوب بریزید، یه سریاشو باید روی لبه های کیوب بریزید. هر کیوبی متفاوت. ترجیحاً کیوبتون رو تمیز کنید. خب من وقت نداشتم توشو تمیز کنم. قبل لوپ زدن کیوب واقعا سرعت کمی داره. لوبتون رو وا می‌کنید، این لوب خود گنه، همین لوب خوبیه، لوب آشغال نخرید. وازلین نزنید بچه‌ها، مثلا روغن نزنید، خراب می‌کنه. کیوبتون رو وا می‌کنید، اینجا 2 قطره اینور می‌ریزید، اینور رو وا می‌کنید، 2 قطره اینور می‌ریزید، لوبتون رو می‌ذارید اینور و شروع کنید هم زدن کیوب. من کیوبمو لوب زدم، قشنگم تکون شدم. چون می‌بینید خیلی سریع‌تر شده. خیلی احتمالاً اگه لوب میزنید احتمالاً بلدید چجوری از لوبتون استفاده بکنید. ولی خب شاید خیلی بلد نباشم اولین بارشون. مثل از اینکه این ویدیو رو دیدید، تا ویدیو بعدی چاو.